أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب درس امروزمون باب نو هست از کتاب ریاض الصالحین که میگوید باب علامات حب الله تعالی للعبد. باب در مسئله نشانه های دوست داشتن الله سبحانه و تعالی بنده را، یعنی بعض علامت هایی هست که با سبب این علامت ها ما میدونیم که الله فلان بندش دوست میدارد. یعنی بعضی صفت ها هست، بعضی عمل هایی که هست. والحث على التخلق بها. والحث یعنی باب همچنین در مسئله تشویق کردن برای تخلق به همین صفت ها هست. یعنی تخلق یعنی که انسان در خودش همین صفت ها را باید داشته باشد، همون صفتی که الله دوست می‌دارد. تخلق یعنی که آراسته شدن با نشانه با صفتی، یعنی خطا به موافق همون صفت قرار دادن، خطا به همون صفت موافقت کناندن. و سعی فی تحصیلها، و همچنین باب در مسئله تلاش و کوشش فی تحصیلها برای کسب کردن همین نشانه ها و همون صفت هایی که الله سبحانه و تعالی بنده را دوست می دارد. یعنی انسان سعی و کوشش کند در خودش همون صفت هایی را بیارد که یا با وجود بیارد که الله سبحانه و تعالی بنده را دوست می دارد. اکنون در همین مسئله ها صاحب کتاب برای ما و شما دلایل تقدیم و پیشنهاد می‌گرداند. یکم آیات ها را میارد، میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. یعنی بگو، قل بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اهل کتاب، ان کنتم تحبون الله، اگر که شما دوست بدارید الله را، یعنی کافرها اهل کتاب دعوا میکردن که ما الله را دوست میداریم، بگو که اگر شما الله را که دوست میدارید فاتبعونی، پس شما من را پیروی کنید، یعنی پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید. پس یحببکم الله، الله شما را دوست میدارد. وقتی شما پیغمبر را پیروی کردید الله شما را دوست می‌دارد. و یغفر لکم ذنوبکم، و میبخشد الله سبحانه و تعالی گناهانتون را. الله سبحانه و تعالی گناهان شما را میبخشد. والله غفور رحیم، الله سبحانه و تعالی بخشنده و مهربان است. الله سبحانه و تعالی غفور است، بخشنده است، رحیم است، بسیار مهربان است. خب بعد از این قال تعالی، باز میگه الله سبحانه و تعالی گفت، این یکم آیت بود، آیت دیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم، یعنی هر کدامی از شما که روی میگرداند، یا هر کسی که یرتد مرتد میشود، روی میگرداند، منکم از بینتان، عن دینه از دینش، یعنی کدامی از شما که از بین شما کدامتون که مرتد می شود، فسوف یأتی الله بقوم، پس می آورد الله سبحانه و تعالی قومی را، الله سبحانه و تعالی گروه را می آورد، یحبهم، الله سبحانه و تعالی همون قوم آوردگیش دوست می دارد. یعنی در جای شما کسانی می آید که الله می آورد که الله آنها را دوست می دارد. و یحبونه، و اونها هم همه اون قوم الله را دوست می‌دارند. اذلة علی المؤمنین، اونها فروتن و بسیار بگیم رحم دیل هستند، علی المؤمنین، در برابر مؤمن ها، یعنی با مؤمن ها بسیار فروتن هستند، بسیار سرخم هستند، بسیار آرام هستند. اعزة علی الکافرین، بسیار سخت و بسیار سختگیر هستند، علی الکافرین، در روبروی کافرانه، بر کافرها. کافرها در سخت میگیرند، کافرها در دیگر فروتنی و
بیچاره حالی در پیش نشان نمیتین. یجاهدون فی سبیل الله، اونها جهاد میکنن در راه الله. ولا یخافون لومة لائم، و نمیترسن لومة لائم یعنی از سرزنش کننده. سرزنش کننده که هر نام میگذارن، هر گپا میگن، هر طعنه میزنن، هر چی که میگن هر کاری که نمیکنن، از اون سرزنش کننده ها نمیترسن. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله هست، میتید الله سبحانه و تعالی این را من یشاء، برای هر کسی که بخواهد. الله برای کسی خواست این فضلش میتید. والله واسع علیم، و الله سبحانه و تعالی دهنده دانا هست. الله واسع است، واسع یعنی که میدهد، علیم است، دانا هست و میداند که برای کی بدهد، یعنی که همون فضلش برای کی دادن ده. الله سبحانه و تعالی علیم است، بسیار داننده است. خب این دویم آیت. تو همین بعد از این میگذرد در قسم حدیث ها. خب حدیث 386. وعن ابی هریره رضی الله عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی قال، یعنی حدیث قدسی بوده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر آینه الله سبحانه و تعالی گفت من عاد لی ولیا، یعنی هر کسی که دشمنی کند، لی ولیا یعنی با دوست من، با دوست الله سبحانه و تعالی میگه با دوست من هر کسی که دشمنی بورزد، فقد آذنته بالحرب، الله میگه پس واقعا اعلان کردم با اون به جنگ، اعلان جنگ کردم با اون انسانی که با دوست الله دشمنی میورزد. دوست الله کی است؟ دوست الله هر مؤمن خالصی که خالصانه الله را عبادت میکند. و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه. و ما تقرب، ما نافیه است. و ما تقرب یعنی و نزدیک نشد، الی بسوی من بندم، بشیء به چیزی که دوست داشته تر باشد برای من، مما افترضت علیه از آن چیزی که فرض گردانیدم برایش. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، و همیشه بنده من نزدیک می شود برای من به سوی من به نافله ها، حتی احبه تا اینکه من بنده ما دوست می دارم برای اینقدر نزدیک شدنش. فاذا احببته، پس هرگاهی که من دوست داشتم بندم را، کنت سمعه الذی یسمع به، پس می باشم شنواییش که می شنود، و بصره الذی یبصر به، و بیناییش که می بیند، و یده التي یبطش بها، و دستش که می قپد با آن، می گیرد با آن، و رجله التي یمشی بها، و پایش که می رود با آن، و این سألنی اعطیته، اگر سؤال کند من را می دهم برای وی، ولئن استعاذنی لأعیذنه، و اگر که پناه طلب کند از من حتما برای اون من پناه می دهم. اگر پناه طلب کند حتما برایش پناه می دهم. رواه البخاری، این حدیث امام بخاری روایت کرده است. این حدیث بسیار شرح ندادیم برای اینکه در اربعین نوویه خوندگیش بدیم، یعنی با تفصیل خونده بدیم، برای این خاطر دیگر احتیاج به زیاد شرح دادن نیست. خب حدیث 387. و عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، و از وی یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که گفت اذا احب الله تعالی العبد، هرگاهی که دوست داشت الله سبحانه و تعالی بنده را، الله یگان بندش را دوست بدارد، چیکار میکند؟ نادى جبریل، فریاد میکند الله سبحانه و تعالی جبرائیل را، میگوید چی گفته فریاد میکند؟ میگوید که ان الله تعالی یحب فلانا، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد فلانی را، فاحببه، پس دوست بدار تو هم فلانی را. حضرت جبریل امر میکند الله سبحانه و تعالی که فلانی را دوست بدار که الله او را دوست می‌دارد. میگه فیحبه جبریل،
پس دوست می‌دارد همون فلانی را جبرائیل علیه السلام. جبرائیل هم دوستش می‌دارد. فیونادی فی اهل السماء، پس فریاد میکند جبرائیل علیه السلام به اهل زمین. اهل زمین فریاد میکند جبرائیل، میگوید که اهل آسمان رو، اهل زمین، اهل سما، اهل آسمان رو فریاد میکند ان الله یحب فلانا، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد فلانی را. فاحبوه، پس شما هم همه دوست بدارین فلانی را. فیحبه اهل السماء، پس دوست می‌دارد همون فلانی را اهل آسمان. آسمان بدگی هم ملائکه هم همه دوست می‌دارن همون شخص را که الله دوستش داشت. ثم یوضع له القبول فی الارض، پس گذاشته می شود برای اون محبت. فی الارض یعنی در بالای زمین. القبول یعنی محبت، یعنی مقبول می شود اون انسان. مقبولیت در اون انسان به وجود می آید در بالای زمین. یعنی دیگه هر انسان او را قبول می کند، دیگه می خواهد نمی خواهد محبت او در دل انسان ها جای می گیرد، زیرا اینکه او را الله، جبریل و ملائکه ها دوست داشتند. حدیث متفق علیه است. و فی روایت لمسلم، در یک روایت دیگر در مسلم آمدگی است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، هر آینه الله سبحانه و تعالی وقتی که دوست بدارد بنده را فریاد میکند جبرائیل را. فقال، پس الله سبحانه و تعالی میگوید که اینی احب فلانا فاحببه، هر آینه من دوست میدارم فلانی را، فاحببه، پس تو هم دوست بدار وی را. ثم ینادی فی السماء فیقول، پس فریاد میکند جبرائیل علیه السلام در آسمان و میگوید ان الله یحب فلانا، هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست میدارد فلانی را. فاحبوه، پس شما همه دوست بدارید وی را. فیحبه اهل السماء، پس همون کس را دوست می‌دارد اهل زمین، اهل آسمان. ثم یوضع له القبول فی الارض، پس گذاشته میشد برای اون محبت در بالای زمین. یعنی که این انسان را دیگه همه مردم دوست می‌دارد. و اذا ابغض عبدا دعا جبریل، و هرگاهی که دوست داشت الله سبحانه و تعالی، و اذا ابغض، هرگاهی که بد دید الله سبحانه و تعالی بنده را، دعا جبریل، فریاد میکند جبریل علیه السلام را. چی میگوید؟ میگوید که فیقول، الله میگوید اینی ابغض فلانا، اینی ابغض فلانا، هر آینه من بد میبینم فلانی را. فابغضه، پس بد ببین تو هم فلانی را. فیبغضه جبریل، پس بد میبیند همون فلانی را جبریل. ثم ینادی فی اهل السماء، پس فریاد میکند در اهل آسمان، یعنی اهل آسمان را فریاد میکند ان الله یبغض فلانا، هر آینه الله سبحانه و تعالی بد میبیند فلانی را. فابغضوه، پس شما همه بد ببینید وی را. فیبغضه اهل السماء، پس بد میبیند همون کس را اهل آسمان. ثم توضع له البغضاء فی الارض، پس گذاشته می شود به اون بدبینی در بالای زمین. در زمین بدبینی پیدا می شود، یعنی کسی را که الله بد دید دیگه اهل زمین هم اون کس را بد می بیند، اهل زمین هم اون کس را بد می بیند. خب این است حدیث 387، یعنی دیم روایتش. در یکم روایت بدبینی نبود، در دیم روایت بدبینی که بود، هر دو روایت را جمع کرد. خب بعد از این حدیث 388 و عن عایشه رضی الله عنها، از عایشه رضی الله عنها روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث رجلا علی سریه، هر آن میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد مرد را علی سریه، یعنی بر لشکری، بر غازی های، بر مجاهدان سرلشکر فرستادش، یعنی که پیشوایی که سرلشکری مجاهدین. فکان یقرأ لاصحابه فی صلاتهم، پس بود میخواند همین مردی که سرلشکر بود
لاصحابه برای همسفرانش، برای مجاهده قریش بدن، فی صلاتهم در نمازهایشان، یعنی قرآن میخوند و فیختم بقل هو الله احد، پس به آخر میرسونید به سوره قل هو الله احد، یعنی که در آخرش قل الله احد میخوند. مثلا نماز بامداد میخوند، در رکعت دیگه قل الله احد میخوند، نماز شام میخوند قل الله احد میخوند، نماز خفتن میخوند قل الله احد، خلاص هم قل الله احد میخوند. فلما رجعوا، پس زمانی که بازگشتن، ذکروا ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم، یادآور شدن این را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی آمدن گفتن رسول الله را که این طور واقعی است، این سرلشکر رو که اگه فقط قل الله احد میخوند. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که سلوه لأی شیء یصنع ذلك، رسول الله گفت که بپرسین وی را برای چی این کار را انجام میتید، یعنی برای چی قل الله احد قدر میخوند. فسألوه، پس پرسیدن همون را، همون مرد را پرسیدن. فقال، اون مرد گفت که لانها صفت الرحمن، گفت زیرا اینکه این سوره قل هو الله احد صفت الرحمن است، صفت الله سبحانه و تعالی است. فانا احب ان اقرا بها، گفت پس من دوست می‌دارم که همین سوره را بخونم. خواندن همین سوره قل الله احد گفت بسیار دوست می‌دارم، لذت می‌برم با خواندنش. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اخبروه ان الله تعالی یحبه، خبر بدهین وی را هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد وی را، یعنی که اون که الله را دوست می‌دارد و این سوره را خواندنش دوست می‌دارد، الله سبحانه و تعالی هم همون فلانی را دوست می‌دارد، پس براش خبر بدهید. حدیث متفقون علیه. خب این باب حب الله سبحانه و تعالی برای بنده، یعنی نشانه های دوستداری الله سبحانه و تعالی بنده را، این بابا با آخر رسید. خب این است انشاءالله درس امروز را اینجا با پایان میرسونیم تا درس آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.